ببینید استرس یه جور عصبانیت همراه با نگرانیه به خاطر فشارهای داخلی یا بیرونی برای شخص به وجود میاد. بعضی وقتا استرس خیلی خفیف و گذراست، مثل استرسی که شما قبل از یک آزمون دارید. این برای بدنتون لازمه و باعث میشه شما اون کار رو بهتر انجام بدید. اما استراب یه حالت هیجانیه همراه با ترس، دلهره و نگرانی. خیلی وقتا بعد از استرس انسان به اضطراب میرسه. علائم جسمی و روحی استرس و اضطراب رو بدونید. اول ضربان قلبتون تند میشه، تعریقتون بالا میره، تنفستون سریع میشه، سردرد یا درد معده دارید، سرگیجه دارید، تنش‌های عضلانی دارید، امکان داره عصبی بشید، وحشت داشته باشید، خشم الکی یا غیر منطقی دارید، عدم تمرکز دارید، نمیتونید رو موضوعی متمرکز بشید، بیقرار و کلافه‌اید و بیخواب. اگر این علائم رو داشتی حتما با یک مشاور مشورت بکن.